اومدیم یه کتابخونه با هم ببینیم یه کتابی درباره ریاضی داره، بریم با هم دیگه یه جستجو کنیم. مثلا مسئله اشتراک هستش، ولی برای بچه‌های اول ابتدایی فکر کنم خوب باشه این کتاب، یا حتی میتونن پدر مادرها برای کمتر هم استفاده کنن. دیگه لول‌های مختلفی داره دیگه، مثلا S3 شده ببینید. آره اینجا جدول سودوکو اینم داره، میتونید با جدول سودوکو خیلی خوبه. کتاب‌های بیشتری هست، کتاب سطح بالاتری هم اینجا هست درباره ریاضیه. این دیگه پایه‌های احتمالاً برای 5 و 6 باشه که درصد اینا رو داره یاد میده و اتحادام توش داره، مثلا برای بچه‌های دبیرستانشون باشه که بتونن انجام بده. خوبه که کتابخونه‌های اینجا یه امکاناتی که داره میگه واسه بچه‌ها و حتی بزرگترها یه جایی میذاره که مثلا برای چند دقیقه بتونن بشینن و کتابشون مرور کنن، هر کتابی که دوست داشته باشن مرور کنن و این خیلی خوبه که ما تو کتابخونه‌هامون همچین چیزی خیلی کمه، ولی اینجا اینجا چون دارن کتاب میکنن آهسته صحبت کنیم و یه جایی هستش که ما میتونیم مختصر یک کتاب رو بخونیم که کتاب درباره هر چیزی میتونه باشه. من پیشنهاد میکنم بچه‌ها توی این فصل تابستون هم که در پیش دارن کتاب داستان بیشتر بخونن، مثلا اگه دوستت که به ریاضی علاقه پیدا کنن کتابای خیلی بیشتری هست که من بعدا معرفی میکنم و میتونید مراجعه کنید به سایت ها و همچنین کتاب فروشی های بزرگ بپرسید چه کتاب های مناسب هست. حتی خوبه سرچ کنید توی اینترنت، حتی خود دانش آموزان یا پدر مادرشون سرچ کنن توی اینترنت درباره کتاب هایی که مربوط به ریاضی هستش. کتاب بود به اسم آلیس در سرزمین اعجاز. این کتاب واقعا فوق‌العاده است، پیشنهاد میکنم که بچه‌ها که داستان رو بخونن و من حتی به بچه سر کلاسم باشون میدم بهشون پیشنهاد میدادم که هرچی کتابی تهیه کنن بخونن. کتاب تخیلی فانتزی ولی مباحث پایه ریاضی توش داره، خیلی بسیار خوبه، میتونید مطالعه کنید درباره این کتاب و کتاب‌های مشابه هم زیاده. کتاب هری پاتر رو حتما بگیرید بخونید. من کل فیلماشو دیدم، هر کتابش هم خیلی خوبه، میتونه تقویت کنه ذهنتون رو و کتاب کاملا تخیلیه و میتونید خودتون جای شخصیت رو بذارید. خیلی کتاب عالیه، میتونید
کتاب هری پاتر همینجا هستش، کتابای شرلوک هولمز هم میتونید بگیرید، کتابای داستانی. راستی کتابای دیگه هم بود که آقای نوویان نوشته بود، کتابای امیرعلی، داستانای امیرعلی هم فوق‌العاده است. من چندین سال پیش بکنم حدود 15 سال پیش 20 سال پیش به خواهرزاده‌ام پیشنهاد دادم که این کتاب بخونم و کاملا شیفته این کتاب و شخصیت نویسنده این داستان شدم. بچه پیشنهاد میکنم بهتون یکی از تفریحاتی که ما میتونیم داشته باشیم اینی که به کتابخونه ها بریم. اصلا نیاز نیست شما کتابم بخرید، برید اینجا کتابا رو باز کنید بخونید و درباره نویسنده‌اش، این که کل داستان چی داره درباره‌اش که خیلی مهمه، اینا رو انجام بدید. این یک کتابخونه بود، سفر یه روزه ما به یک کتابخونه بود. تا سفرهای دیگه که به کتابخونه دیگه داریم ما میتونیم درباره موضوعات مختلف صحبت کنیم، مخصوصا توش هم ریاضی باشه و البته تو تابستونه میدونم حوصله ریاضی رو نداریم، میریم سراغ کتابای دیگه هم توضیح میدیم درباره‌اش و کتابخونه جای خوبیه، حتما بیاید. منم همراهتون هستم. اگه سوالی درباره کتابا داشتید از من میتونید بپرسید. فعلا یه کتاب گردی دیگه، فعلا خدا نگهدار.